تا حالا شده بخوای فقط یه قسمت سریال ببینی ولی یهو میبینی تا صبح بیداری؟ توی این ویدیو میخوایم بریم سراغ 10 تا از اعتیادآورترین سریال های تاریخ که تماشاشون مثل خوردن چیپس بود، نمیتونستی فقط یکی بخوری. شماره 10: فرار از زندان. فرار از زندان فقط یه سریال نیست، یه هیجان خالصه. داستان مایکل اسکافیلد که برای نجات برادرش وارد زندان میشه، پر از معما، نقش وطنش بود. هر قسمت دقیقاً همون جایی تموم میشد که نمیتونستی صبر کنی قسمت بعدی رو نبینی. شماره 9: مردگان متحرک. آخرزمان، زامبی ها و تلاش برای بقا. هر فصل یه شوک جدید، یه مرگ غیر منتظره و یه سوال همیشگی که زنده میمونه. اگه قسمت اول رو ببینی، محاله تا آخر فصل ولش کنی. شماره 8: بازی تاج و تخت. سریالی که دنیا رو متوقف کرد. جنگ، سیاست، خیانت و اشتها. هیچ کس تا قبل از گات نمیدونست یه سریال فانتزی میتونه اینقدر واقعی و پر از استرس باشه. فقط کاش فصل آخرش یکم بهتر تموم میشد. شماره 7: برکینگ بد. داستان والتر وایت، معلم شیمی که تبدیل به سلطان مواد شد. هر قسمت یه شوک بود و هر فصل مثل یه انفجار احساسی. اگه شروعش کردی تا آخرش بدون توقف میری مثل اعتیاد واقعی. قبل از اینکه ادامه ویدیو رو ببینیم، لطفاً سابسکرایب کنید که هم ما انرژی ببریم هم شما لذت. بزن بریم. شماره 6: چیزهای عجیب. نوستالژی دهه 80 با موجودات عجیب و دنیای وارونه. کودکانی که از دل ترس قهرمان میشن. موزیک، فضا و داستان باعث میشن حس کنی بخشی از اون شهر کوچیکی که هر لحظه ممکنه یه چیز عجیب ازش بیرون بیاد. شماره 5: د آفیس. فکر کردی مستند اداری نمیتونه جذاب باشه؟ اشتباه کردی. طنز خوش و موقعیت‌های غیر قابل پیش‌بینی مایکل اسکات و همکاراش باعث شد میلیون‌ها نفر هر سال دوباره ببیننش. این سریال رو هر کی دیده مطمئنم دوباره دوست داره ببینه. شماره 4: لا کاسا د پاپل یا همون مانی هیست یا سرقت پول. یک گروه دوست با نقشه‌ای بی‌نقص و رهبر مرموزی به نام پروفسور. از قسمت اول تا آخر پر از هیجان و احساسه. یه جوری طراحی شده که بعد از تموم شدن حس می‌کنی زندگیت خالی شده. شماره 3: فرند. 10 فصل پر از خنده، عشق، دوستی و لحظه‌های ماندگار. هر قسمت یه حس خوب میده و به همین خاطر مردم هنوز بعد از 30 سال دارن میبیننش. دوستی مثل اون 6 نفر هیچ وقت تکرار نمیشه. شماره 2: اسپیناف برکینگ بد. بهتره با سال تماس بگیری. اسپیناف موفقی که خودش شاهکار شد. سفر سال گودمن از یه وکیل معمولی به یه خلافکار حرفه‌ای به اندازه سریه اصلی جذابه. بیت به کندولی عمیق، مخصوص عاشقای داستان‌های دقیق. و در نهایت بهترین سریال اعتیادآور این لیست: پیکی بلایندر. تامس شلبی، کت و شلوار، کلاه لبه‌دار و لهجه بریتیش. ترکیب استایل، خشونت و جاه طلبی. هر قسمت یه فیلم سینماییه و هر دیالوگش مثل طلا تراش خورد. سریالی که بعد از تموم شدنش دلت برای اون فضا تنگ میشه. خب این